خب فیلم بی خانمان خیلی پخش نکردیم. امشب بریم از پایتخت بلژیک، جایی که مقر اتحادیه اروپا هست، یکم واسهتون فیلم بی خانمان پخش کنیم. مقر اتحادیه اروپا اونجاست و این سفرا و سران اتحادیه اروپا که جلسه میذارن دور هم دیگه میشینن، گیر میدن به این کشورهای مختلف که تو نمیدونم کجی، تو چرا به اوکراین پول نمیدی، تو ساندویچ اونو بذار سر جاش، تو پاک کن اونو گاز نگیر، تو حقوق بشر رعایت نمیکنی، تو باید تحریم بشی، از قیافت خوشون نمیاد. اینا هر روز این صحنه ها رو میبینن و البته میدونید که اونجا بی خانمان نداره. اینا حال نداشتن فرم پر کنن. یکی میگه بی خانمانا واسه اینا نشون دادیم توی باورقی، میگم اینا یه فرم پر کنن دولت بهشون خونه میده. اینا حال فرم پر کردن ندارن، مواد زدن انقدر معتادن، حال فرم پر. آقا یه فرم پر کنید دیگه. اصلا خود سران اتحادیه اروپا چرا واسه اینا فرم پر نمیکنن؟ بذار بره سر خونه زندگیش دیگه. تو هم هر دفعه میخوای بیای بری در مورد بقیه دنیا حرف بزنی، چشت به اینا نمیافته.